مدارکو چک میکنی کرپتری؟ بله. به نظر میرسه کم کم بهش منم همینطور فکر میکنم قربان. امشب هر دوتون میید آقایون؟ برای بار سوم بله. عالیه. پس میبینمتون. معلومه رو ابرا سیر میکنه قربان. تا حالا اینقدر سرحال ندیده بودمش. میدونم نگران کننده است. ویلیام. جولیا آماده ای بری؟ بله که هستم. عصرتون بخیر آقایون. کلاس چطور بود؟ بریدن بافت زنده خیلی جالب تر از بریدن بافت مرده است. باید میدیدی امروز چه قده بزرگی در آوردم. متاسفم که از دست دادم. مسابقه بدین؟ باشه. این خودشه. آره خودشه. دوستش نداری؟ خب یکم متفاوت. ویلیام. بله جولیا. این اولین خونه ماست. درسته عزیزم. سلام. این فرصت رو داشتم که شریکش بشم. به نظرم شما بیشترین قوه تخیل رو دارین، درسته؟ نمیتونید تصور کنید. واقعا نمیتونید تصور کنید. کاراگاه مرداک دکتر. به خونه جدیدتون خوش اومدین. آقای رایت شما اینجا چیکار میکنید؟ خب داریم خونه جدید شما رو نشون میدیم. ببخشید چی گفتی؟ به عنوان صاحبای اولین خونه‌ای که فرانک لوید رایت توی تورنتو ساخته ملزم به تعهداتی هستیم. تعهد؟ جولیا؟ طبق قرارداد دکتر آگدن موافقت کردن در ازای کمیسیون آقای رایت در 3 ماه اول خونتون به نمایش عموم در بیاد. البته قرار نیست هر روز باشه. اقلا اینطوری بهتره. لطفاً بیاین با مهمونه آشنا بشین. انگار من قرارداد خوب نخوندم. شامپاین. بابت این کمیسیون ازتون قدردانی میکنیم. تورنتو خیلی شهر متمدنی نیست. شما جزو معدود افرادی هستین که نبوغ آقای رایت رو میبینید. هی تو وایسا تو اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم تو از اثرم لذت ببرم. اثر تو؟ کارایی که انجام دادی خیلی جزئی بود و حالا اومدی و میخوای تمام کارایی رو که من انجام دادم به اسم خودت تموم کنی. من اگه دلتون میخواد بازم برای ایشون کار کنین پیشنهاد میکنم اینجا رو ترک کنین. خب میگن آدمای برجسته غرور خاصی دارن. خوشحالم که من ندارم. مرداک. ببینم که هنوز دکوراسیون نکردی. از طرف مارگارت و من. متشکرم سرباز رس. ممنونم قربان. سرباز رس جورج، ایشون فرانک لوید رایت هستن، سازنده خونه جدید ما. به نظر یه چیزی رو فراموش کردی. خب اون چیه؟ اینجا اصلا دیوار نداره. اتاقا به دیوار احتیاج ندارم. پس اصلا اتاقی در کار نیست. هی تو سرباز رس، براتون نوشیدنی بیارم. عالی میشه. کارگاه. بله جورج. من خیلی مشتاقم که طرز کار اتاق سیب زمینی پزیتون رو بازدید کنم قربان. یعنی بین تمام کارهایی که قرار بود انجام بدم شما شیفته همین ویژگی خونه شدی؟ هنوز نصبش نکردین آقای رایت؟ برخلاف میلم چرا؟ جورج من الان کلی مهمون دارم، شاید وقت مناسبی نباشه. لوئیس شری؟ شما اونو دعوت کردین؟ مطمئن باش که من دعوت نکردم. شاید آقای رایت خواسته با این کار توجهاتو به اثرش جلب کنه. قربان حس خوبی نسبت بهش ندارم.
میدونم جورج. خودتون میدونین چه جور آدمیه. اون گفت که شما و دکتر آگدن میخواست. خدای من چه اتفاق افتاد؟ چی بود زدم؟ چشم زدم چی بود؟ قربان، ما یه سری توضیحات ابتدایی از مهمونا جمع آوری کردیم. به نظرتون چطوری از اینجا سر در آورد؟ شاید فکر کرده اونجا دستشویی بوده. کاراگاه، اگه سوال دیگه ای ندارید من و همسرم بریم به کارهای دیگه‌مون برسیم. ممکنه اطلاعات بیشتری ازتون پس بخوام. بهتر این کار رو زمان مناسبتری انجام بدین. قبل از ساعت 11 تماس نگیرید. فعلا جمع‌آوری اطلاعات رو تمام می‌کنیم و این کار رو به فردا موکول می‌کنیم. کار تعطیل مرداد؟ به نظرم فکر خوبیه. سرباز راست از هدیه‌تون واقعا ممنونم. درسته، ازتون متشکرم. وقت بخیر. خب اگه همچین اتفاقی نمیافتاد شک میکردم اینجا خونه ما باشه. قربان، قطعا الان موقعیت مناسبی نیست شد. همینطوره قربان. کاراگاه مرداک، دوشیز شریم. در حال حاضر توضیحی دارین؟ نه ندارم. چی؟ عصر دلانگیزی نیست قربان؟ شروعش به اندازه کافی خوب خیلی بود. خوبه. امیدوارم با حضورتون به ما افتخار بدیم. آها، هنری هیرانمس هیگینز. هیگینز اسمش 2 بخش بود قربان، به خاطر همین اونو انتخاب کرد. خوشتون اومد؟ بهت میاد. هنری لطفاً تا جای ممکن درباره فرانک لوید رایت و باقی مهمونام اطلاع جمع کن. متاسفانه شانس دیدنشون رو نداشتم. اون وقت کار راحت‌تر میشد. قربان، داشتم میآمدم پیشتون. همسرم بهم یادآوری کرد که بهت بگم که اون یه برنامه‌ریز عروسیه. بله، ولی همه چی رو سپردم دست روز قربان. خوشحال میشم این روز لعنتی زودتر تموم بشه. باهاتون موافقم قربان. بهم بگو نظر درباره خونه مرداد چیه؟ قربان، به نظرم خونه جالبی بود. ولی راستش من خوشم نیومد. خب قربان، من فقط شبیه یه جعبه میمونه، اصلا جذابیت یا سبک خاصی نداره. مهم اینه که کارگاه دوستش داره. بله درسته، به شخصیتش میخوره. امیدوارم کلاس مهمی از دست نداده باشین. خودمو به کلاس میرسونم. چند روز دیگه یه جراحی دارم ولی براش آماده‌ام. بهتون اطمینان میدم از پسش برمیام. بله من مطمئنم، اما چون این مرگ تو خونه من بوده میخوام خودم بررسیش کنم. متاسفانه چیز زیادی برای دیدن نیست. وقت بخیر دوشیز هارت. کاراگاه، چیزی از وسایل شخصی قربانی دارین؟ تمام چیزایی که وجود داره اونجاست. اسمش آقای لایونل اسپاود بوده. اسپاود؟ من این اسمو میشناسم. برای طراحی خونه باهاش حرف زدم. بله، معمار و سازنده خونه. کاراگاه، اگه اون سوخته پس چرا کاغذ نسوخته؟ خب دستگاه طوری طراحی شده که فقط آب و غذا رو داغ میکنه. چیز دیگه‌ای درباره قربانی میدونید خانم؟ فقط همین بود. اگه چیز دیگه ای فهمیدم بهتون خبر میدم. ممنونم. به نظر شما راهی هست که بتونیم زمان مرگ رو اعلام کنیم؟ راستش نه. خوبه. امیدوار بودم توی این یه مورد تنها نباشم. من اتاق رو دقیقاً بر اساس معیارهای شما ساختم. غیر از درب اصلی راه ورودی دیگه ای نیست. من شما رو به چیزی متهم نمی‌کنم آقای تاون. کاراگاه، چرا فکر میکنین اون بیچاره منفجر شده؟ تصور میکنم قسمت‌های مختلف اون چی که درون دستگاه من وجود داره در درجات مختلفی گرم میشن. پخت متغیرم میتونه دلیلش باشه. خب شاید اگه من نوعی صفحه گردان تعبیه میکردم که اجازه بده هرچی که درونش هست یه دست بپزه، اون وقت اون یارو کی بوده؟ آقای لایونل اسپات. میشناسینش؟ یکی 2 بار براش کار کردم. خیلی عجیبه. اون و آقای رایت با هم اختلاف داشتن. چرا به اون مهمونی اومده بوده؟ شاید برای اینکه بذارتش توی دستگاه منو بکشتش و اینجوری مدارک رو هم از بین ببره. دیگه کی میدونه آشپزخونه من چنین ویژگی داره؟
مطمئنا آقای رایت و دوشیزه رایند. اما آقای رایت در مرحله ساخت و سازم خونه شما رو به چند نفر نشون داده بود. مثلا یه معمار دیگه آقای داتس اشتیاق زیادی نشون داد. پس شما قربانی رو میشناسید؟ از لحاظ کاری. با هم دوست بودین؟ به مورد رقیب میتونن دوستان حقیقی هم باشن؟ آقای اثبات و آقای رایت و من بستر چند قرارداد پرسود با هم رقابت میکردیم. و هر سه شما در مهمونی منزل من حضور داشتین؟ به صلاح که حواسمون به هم دیگه باشه. شما وقتی اونجا بودین با آقای اسپات صحبت کردین؟ من اصلا اون رو ندیدم تا اینکه بقای جسدش دیدم کاراگاه مرداک. و ظاهرا الان فقط شما 2 نفر تو این رقابت باقی موندین. میشه اینطور گفت، بله. اما اینجا تورنتوه. شک دارم کسی اینقدر شجاع باشه که از خلاقیت آقای رایت استقبال کنه، البته جز کمپانی فعلی. پس الان کل کار آقای اسپات میتونه به شما تعلق بگیره. کاراگاه واقعا کار روزگار جالبه، اینطور نیست؟ میدونی من واقعا دارم سعی میکنم آدم بهتری بشم. روزم در این مورد خیلی بهم کمک کرده. به نظر میرسه میخوای استفاده. خیلی به خودم کلنجار میرم کاراگاه از لیست مهمونا حذف نکنم. میدونم خیلی بی اهمیته، اما کم کمش من 10 سال دوش به دوش این مرد کار کردم. یعنی واقعا اینقدر براش سخت بود منم به مهمونی خونه جدیدش شود. هیگینز خیلی هم چیز خاصی نه. ولی تو اونجا بودی. سرباز راست هم همینطور. منم یه نیوسامم. فکر میکنی یه نیوسامی؟ بعد از ازدواج قراره بشم. فکرشو بکن حضور من میتونه زینت بخش مهمونی کاراگاه باشه. خیلی خوب دیگه بسه. رود مطمئنم که خیابونای شهرمون امن نگه میداری هنری. پارسمان کرافتریه. دوشیزه نیوسام. شما به مراسم تمرینی میای؟ بله. و بانوی همراهت کیه؟ قرار نیست کسی رو بیارم. نه همه چی برنامه ریزی شده از قبل. خب راستش کسی نیست که بخوام. خب اینجوری که نمیشه، مگه نه هنری؟ نه بسپارش به من جورج کرافتری. کاری میکنم که یه همراه مناسب برای عروسی ما پیدا کنی. نمیخوام چیزی هم دربارش بشنوم. خیلی خوش شانسی جورج. رو دوستای استثنایی و سطح بالایی داره. مطمئنم یکی رو برات پیدا میکنه که حتی تو خوابم ندیدیش. آقای رایت با سر طراحی کتابخونه جدید در شهر رقابت میکردن، اما این شانس نصیبش نشد. چرا نشد؟ ایشون معمار برجسته‌ایه. بیشتر افراد هیئت ناظر طراحی‌های اونو زمخت میدونن. با فوت آقای اسپات آیا شهرداری این طراحی رو به آقای رایت واگذار میکنه؟ تورنتو؟ من که خیلی شک دارم. اگه قرار باشه در اینجا موفقیتی کسب کنه از طریق کمیسیون خصوصیه. الان باید فقط یه کله گنده تور کنه تا بقیه هم دنبالش بیان. بارا اینو بهش گفتم. منم بهش کمیسیون دادم؟ با نهایت احترام کاراگاه، ولی شما کله گنده نیستین. آقای رایت به یه آدم خاص نیاز داره. خب ما پیش از استخدام آقای اسپات درباره چند گزینه با آقای رایت صحبت کردیم. شوهرم به کارای ایشون علاقه داشت ولی من نه. بنابراین شما آقای اسپات انتخاب کردین. ولی فکر کنم بالاخره شوهرم به آرزوش رسید. آیا آقای رایت درباره طراحی خونه جدیدتون باهاتون تماس گرفته؟ عصر همون روزی که آقای اسپات مرد. شما از هویت متوفا اطلاع داشتین؟ نه تا قبل از اینکه شما بگین. اون مردی بود که شما رو در پروژه فرگوسن شکست. من شکست نخوردم. آقای فرگوسن تصمیم اشتباهی گرفتن. اگه جرسی فرگوسن کس دیگه ای رو برای پروژه انتخاب کرد، چرا اونو به مهمانی دعوت کردین؟ خواستم خونه شما رو ببینه. اگه کاری که کردم و میدید احتمالا نظرش تغییر میکرد. پس چرا آقای اسپات رو دعوت کردین؟ ما دعوتش نکردیم. ولی اونجا بود. کاراگاه مرداک، آقای اسپات بارها در زمان ساخت خونه سرزده به اونجا اومده بود. اینکه زمان نمایش اونجا بوده هیچ ارتباطی به من نداره. پس شما ایشون رو ندیدین؟ اگه دیده بودم مجبورش میکردم اونجا رو ترک کنه. اسپات مال عهد عتیقه، آقای رایت مال آینده است. مطمئنم به این خاطر تو مهمونی بود که میدونست که فرگوسن خونه رو ببینه اخراج میشه. اما مرگش ارتباطی به ما نداره. به نظر میاد که دستگاه شما باعث مرگش شده. البته وقتی داخلش بوده یه نفر روشنش کرده. کار ما نبود. خانم فرگوسن گفتن که شما بلافاصله پس از مرگ این آقا کارت ویزیتتون رو بهش دادین، درسته؟ من دادم. چرا؟ که ببینم نظرش تغییر کرده یا نه. آقای مرداک، ما به زودی نمایشگاه دیگه‌ای در خونه مرداک خواهیم داشت. باید یادآوری کنم که هیچ وسیله‌ای به خونه اضافه نکنیم. شروع میشه.
تقریبا تموم شده. با وجود اون اتفاق بازم میخوایی که از این استفاده کنی؟ ویلیام، البته تو که خرافاتی نیستی، هستی؟ تو این دستگاه عالی رو طراحی کردی و من ازش استفاده میکنم. بسیار خوب. دوستش نداری مگه نه؟ من عاشقشم. کلی چونه زدم تا تونستم این مجسمه رو نصف قیمت بخریم. یادته؟ منظورم مجسمه نیست، خونه رو میگم. آره. نه آقای رایت. دکتر رایتین میتونم بیام داخل؟ خدای من واقعا مجسمه جالبیه. تو یکی از سفرامون خریدیمش. چه کمکی از دست ما برمیاد دوشیزه شری؟ کنجکاو بودم که بدونم آیا اخبار جدیدی درباره این مرگ رمزآلود وجود داره یا نه. وجود نداره و ترجیح میدم سوالاتتون رو در اداره شماره 4 پلیس مطرح کنید، نه منزل شخصی من. فکر کردم تو محل جرم اطلاعات بیشتری دستگیرم میشه. و اینجا قصر نیست. نه نیست. ببخشید؟ خونه ما. اینجا کجاش قصره؟ چرا نوشتین قصر؟ از این تیتر بیشتر خوشم اومد. کارگاه مردای اگه منو در جریان پیشرفت ماجرا قرار بدین منم خوشحال میشم اطلاعات اخیرم رو باهاتون در میون بذارم. خب اگه به تحقیقات مربوط میشه بی کم و کاس بهم بگید. فردا تو روزنامه دربارش میخونید، چرا که نه؟ به نظر میرسه خانم فرگوسن و آقای اسپاوت رابطه عاشقانه عمیقی داشتن. این روزا اخبار مهم یعنی این دوشیزه شری؟ اگه به قاتل احتمالی اشاره کنه آره؟ به نظر شما جرسی فرگوسن بی غیرت نمیتونه مظنون درجه 1 باشه؟ من کل روز و وقت ندارم کارگاه. پس شما منکرش نیست؟ خیلی هم چیز مهمی نیست. یه علاقه مختصر بین من و آقای اسپات بود. شوهرتون از این قضیه خبر داشت؟ یه بار تو حالت نامناسب مچمونو گرفت و ما هم نتونستیم خودمون رو جمع جور کنیم. تموم شد؟ خب فعلا بله. متشکرم. دکتر آگدن علیرغم ادامه تحصیلات هنوزم پزشک قانونی اینجاست. اما خیلی کم به اداره میاد. اگه فقط مسئله اینه نباید ازش شکایت من کنی. چندی ماهی که هر روز با کارهای پزشک قانونی سر و کار دارم، در حالی که خانواده مرداک در آمریکای جنوبی بودن. درسته. شما درباره کیفیت کار من شکایتی دارین؟ من توصیه نامه هایی از سرباز از مگورتی و سایرین دریافت کردم و فکر میکنم واجد تمام شرایطم. اینها درست، ولی دکتر آگدن کماکان پزشک قانونی اینجاست. ولی بالاخره که باید بره. بذار توصیه‌ای بهت بکنم دوشیزه هارت. به هر حال تعاودی نخواهد داشت. و دلیلش چیه؟ تا حالا به این فکر کردی چرا مرداک هنوز یک کارآگاهه؟ اون چه ربطی به این موضوع داره؟ اون یک کاتولیکه و این یعنی بیشتر از این پیشرفت نخواهد کرد. این درباره شما هم صدق میکنه. مهم نیست چقدر با استعدادی، هرگز جای اونو نمیگیری. تو یک زنی و یک سیاه‌پوست. باید خدا رو شکر کنی که جایگاه فعلی تو داری، بانوی جوان. کدوم ویژگی یه زن برات مهمه؟ نمیدونم دوشیزه نیوستان. خوشقل بودم. من این ویژگی رو تحسین کنم. و بلند پرواز. بلند پرواز و ضمناً خوش فکر. زنی که داره یه ذهن دقیق و لبخند زیبا باشه. ببخشید من نمیتونم. تصور میکنم چیزی که توی زن برام مهمه اینه که علاقه‌شو کنار بذاره و خانواده تشکیل بده. یعنی زنم بشه. این غیر ممکنه. مجبوری یکی از این دوتا رو انتخاب کنی. فکر نمی‌کنم. بسیار خوب. بیا درباره چیزی که اهمیت داره حرف بزنیم. خب دوست داری ظاهرش چجوری باشه؟ قد بلند باشه یا لاغر باشه یا سینه‌هاش برجسته باشه؟ من نمیتونم آلن رو از انجام کاری که میخواد من کنم. ولی شما میتونستین به این علاقه پایان بدین. با کشتن آقای اسپات چرا باید این کار کنم؟ من 6 ماه طول کشید تا بتونم یه معمار برای خونم پیدا بکنم. اما این مرد با همسرتون رابطه داشت. اگه قرار بود این انگیزه قتل باشه به جرئت میگم باید نصف مردهای محله رو میکشتم. پس شما در مهمونی با آقای اسپات روبرو نشدین، درسته؟ من اون شبونو تو مهمونی ندیدم. حالا من یه سوال از شما دارم. خونه جدیدتون رو دوست دارید؟ قربان نظرتون چیه؟ اون که برگ تنباکو داره. انتخاب عالیه قربان. ممنون. هنری اطلاعاتی که درباره آقای رایت و سایرین ازت خواستم و جمع آوری کردی؟ اطلاعات؟
گفتم که من یه تاریخچه کامل از همه کسانی میخوام که متاسفم قربان، واقعا سرم شلوغه. کمتر از 3 هفته تا عروسی مونده. فرانک لوید رایت یه آدم خارق العاده. اونو میشناسی؟ خدای من کیه که فرانک لوید رایت رو نشناسه؟ از وقتی از لوئیس تولیوان جدا شد مشکلات مالی داشت. برم ببینم دیگه چه چیزی ازش گیرم میاد. خوبه پس حل شد. هنری ببخشید. هنری گوش کن. اصلا از وسیله‌ای که قراره درشکی عروسیمون بشه راضی نیستم. میخوام فوراً بهش رسیدگی کنیم. الان میرم عزیزم. ممنونم. باید با جورج کراپتری صحبت کنم. میشه شما بری بیرون و اونو پیش من بفرستی؟ متشکرم. خب باید به این عکس‌ها نگاه کنی و تصمیم بگیری کدومشون همراه در عروسی باشه. مهم نیست. خوشت میاد؟ من که نمیشناسمش. خب پس این نشد. این یکی چطور؟ این کار مسخره است. نه نیست پاسبان کراپتری. جاذبه فیزیکی جرقه‌ای برای شروع یه رابطه است. خب پس اینم نه. این چیز خوبیه. نه اون نه. چرا بهم اعتماد کن. میگم نه. این یکی چطوره؟ دوشیزه الیزا سینکلر. همینایی که دیدم کافی بودن. فقط میخوام بهت کمک کنم. اصلا میدونین چیه؟ کسی رو بیارین که برخی از ویژگی‌هایی که من دوست دارم رو داشته باشه. از ملاقاتش خوشبخت بشم و لذت ببرم. خیر این صورت کل این ماجرا منتفی خواهد. خیلی خب این چالش رو میپذیرم. برات خانومی پیدا میکنم که دارای تمام ویژگی‌های مد نظرت باشه. دوشیزه نیوسام اگه امکانش هست یه خوردم خوشگل باشه. خواهش میکنم. مطمئنم نسبت به چیزایی که خواهید گفت علاقه‌ای ندارم. ولی شما که هنوز سوالمو نشنیدید. من یکی از اعضای فورت استیت هستم. معمولا این منم که سوال میپرسم. پس شما نمیدونین آقای رایت از زمانی که در تورنتو هستن چیکار؟ من اینو نگفتم. آیا شخص دیگه استخدامشون کرد؟ میدونم جولیا آگدن این کارو کرد. بله ولی کس دیگه چطور؟ یکی شما یه کارآگاه هستین و من یه خبرنگار. چرا خودتون کشف نمی‌کنین تا من بنویسم؟ فقط اینو میدونم که همین الان داره با فرگوسنا نهار میخوره. از کجا میدونی؟ سرتو بچرخون. واقعا کارآگاه خوبی هستی. به افتخار قرارداده. چرا اینجاییم؟ چون مردی در اثر حادثه‌ای مشکوک به قتل رسیده و شما در این ماجرا زینف هستین. فکر میکنین یکی از ما اونو کشته؟ خب انگیزه معمولا بعد از کشف حقیقت معلوم میشه. سر و کله مردی در مهمونی پیدا میشه، اونم سرزده. وارد یه دستگاه اختراعی ناشیانه میشه و کاملا اتفاقی باعث مرگ خودش میشه. یا اینکه اونجا به دام میفته و برخلاف میلشون تو میمونه. سعی دارین منو متهم کنین؟ در حال حاضر خیر. پس باید به طراحی خونه ادامه بدم. آقای رایت قراره معمار طلایه‌دار طراحی قرن 20 باشن. ایشون موفق میشن چه اثبات زنده باشه چه مرده. نظر تو چیه؟ فکر میکنم پشت هر مرد موفقی حتما یه زن وجود داره. مظنون قاتلش؟ ظاهرا که اینطوره. خیلی برات زجرآوره. ببخشید؟ خونمون خونمون خوبه. خوب؟ امیدوار بودم یه چیز بیشتر از خوب باشه. فقط کمی زمان میبره تا بهش عادت کنیم. پس دوستش نداری؟ میدونستم. چی؟ متاسفم جولیا، فقط کمی درگیرم. درگیر چی؟ خب میدونید چی عجیبه؟ همه میگن اسپادو ندیدن. اون همه آدم تو مهمونی بوده رو هیچ کس اونو ندیده. نکته عجیب اینه که اون چطور از اونجا سر در آورده و زمان دقیق مرگ هم قابل تشخیص نیست. یعنی امکان داره ساعتها قبل از مرگش اونجا بوده باشه یا حتی روزها قبل و شاید وقتی که گذاشتنشون تو قبلا مرده بوده. خب آسیب کامل جسد بهترین راه قایم کردن علت و زمان مرگه. اما یه چیز قطعیه، کار خود مقتول نبوده، چون غیر ممکنه بشه دستگاه رو از داخل روشن کرد. پس قبل از مهمونی روشن شده بوده؟ و قاتل یکی از مهمونا بوده. پاسبان خبرهای فوق‌العاده‌ای برات دارم. چیه، قراره کل این ماجرا رو کنسل کنین؟
عروسی رو نه یه همراه عالی برات پیدا کردم. یه برنامه ترتیب میدم تا قبل از روز مراسم همدیگه رو ببینیم. دوشیز نیوسام. اوه سرباز راست، از دیدن تو خوشبختم. بگینز کجاست؟ چند تا کار شخصی داشت که باید انجام بده. اوه جدی؟ گفت که خیلی مهمن. البته میشه بهشون بگید اگه ممکنه فردا با حضورشون در اداره ما رو مفتخر کنن؟ بله میتونم تصور کنم که بدون هنری من کارا چقدر سخت پیش میره. بسیار خوب، من بهت خبر میدم. خب دوشیز نیوسام، ازش عکسی هم دارین یا نه؟ مگه ما با هم توافق نکردیم پاسبان؟ مطمئن باش خانم زیباییه. زیبا بودن هرگز نشانه خوبی نیست که داری. واتس؟ به نظرم نبوغ خاصی در این خونه وجود داره. ترکیبی هماهنگ از طبیعت و مواد دستساز بشر. فکر کنم خودشم گفت که سبکش طبیعیه. ترکیب خوبی از کاربردی بودن همراه با ظاهری زیبا. موفق شدی درباره دوشیز رایند اطلاعاتی به دست بیاری؟ اگه بخوام برم سر اصل مطلب باید بگم بالاخره یه مظنون اصلی پیدا کردم. این واقعا جالبه. خب برو سر اصل مطلب. البته دوشیز رایند حدوداً 1 ساله که در استخدام آقای رایته. چند وقت پیش از انگلستان به اینجا اومده. شایعاتی هم مبنی بر روابط عاشقانه بین اون آقای رایت وجود داره. البته خیلی جای تعجب نداره چون وجود شایعات درباره آقای رایت طبیعیه. اما ایشون قبل از آشنایی با آقای رایت در استخدام یه شرکت معماری دیگه در این شهر بوده. آقای اسپات. دقیقاً. ظاهراً نقشه کش بسیار ماهریه. چرا از اسپات جدا شد؟ اخراجش کرده. این باعث میشه یه قاتل بشه؟ به خودی خود نه، اما با چند تا از کارکنان شرکت اسپات صحبت کردم. اونا گفتن دوشیز رایند بارها از اون شکایت کرده بوده. ظاهرا اسپات هم برای همین سعی کرده که باهاش رابطه داشته باشه. و وقتی مخالفت میکنه اخراج میشه. دست از کار کشیده بود تا اینکه آقای رایت به سراغش رفت. این بهترین چیزی که میتونیم روش کار کنیم. تو از اینجا خوشت میاد؟ بله خیلی زیاد. نورش خیلی عالیه. شما دوست ندارین؟ جولیا خیلی دوست داره. که اینطور. در مجموع جای جالبیه. راحت نیستم. تو به انتخاب دوشیز نیوسام اعتماد ما نداری؟ همه انتخاب دوشیز نیوسامو کاملا باش آشنا هستیم. آقای تاون، من دستگاه شما رو درست کردم. همه چی مرتب کار میکنه. عالیه. شما عنوان کردین تعدادی از معماران رقیب از خونه من در زمان ساخت بازدید کردن. آیا به خاطر دارین که آقای اسپادم در میونشون بود؟ فکر کنم بود. چه زمانی؟ دقیقا قبل از مهمونی شما. خوب یادمه چون با یه دوربین اومده بود. درباره شروع ساخت و ساز تو ملک فرگوسن صحبت میکردیم. و شما دیدین که اون بره؟ من ندیدم. خانم رایند منو بیرون کرد. دستیار آقای رایت؟ اونا با عصبانیت سر یه موضوعی بحث میکردن. جورج؟ بله قربان. از این طرف آقای تاون. پس شما هیچی رو انکار نمی کنید. شما آقای اسپاد رو در روز مرگش دیدین؟ من دیدم آقای اسپاد از اثر آقای رایت عکس میگرفت. من هم مانعش شدم. فقط همین. چرا به ما نگفتین در گذشته برای اسپاد کار میکردین خانم؟ این بخشی از زندگیمه که میخوام فراموشش کنم. متاسفانه من نمیتونم. این رابطه میتونه انگیزه قتل باشه. من چندین سال با آقای اسپاد کار کردم. کارمند خیلی خوبی بودم. اما با این وجود اون به وضوح بهم فهموند که تنها از راه تن دادن به خواسته های خصوصیش میتونستم پیشرفت کنم. ولی من اصلا حاضر نبودم به این کار تن بدم. اگه میخواستم بکشمش خیلی وقت پیش میکشتمش. اما یه شاهد گفته که شما و آقای اسپاد رو در روز مرگش دیده. فکر میکنم اون روز خیلی ها رو با اون دیده باشن. من باید به کارم برسم. کاری که شما و آقای رایت بسیار بهش نیاز داشتین و کاری که محال بود به دستش بیارین مگه به قیمت مرگ آقای اسپاد. میشه بهم بگین حدوداً چند ساعت قبل از مهمونی کجا بودین؟ من به هتل برگشتم و یه نوشیدنی خوردم. تنها؟ بله. آقای رایت کجا بود؟ من نمیدونم اون کجا بوده. من به اسکاربرو بلافز رفته بودم. به چه منظور؟ تا ایده بگیرم. قوه تخیل من از دنیای اطرافم الهام میگیره. احتمالاً کسانی اونجا منو دیدن. امکانش از چند نفر رو نام ببرید آقا؟ یه پاسبان اونجا بود. به هم هشدار داد خیلی به لبه پرتگاه نزدیک نشم. صبح خیر.
پاسبان هیگینز، از دیدنت خوشحالم. ممنونم قربان. دارید تشریف میبرید؟ هنوز معلوم نیست قربان. چطور مگه؟ نکنه رود زنگ زده؟ نه. الان برو پوتیناتو بپوش، 2 روز تو سلولا نگهبانی بده، به علاوه اضافه کاری تا غیبتتو جبران کنی. قربان نمیتونم، من کلی کار دارم. چرا میتونی؟ هر کاری که میگم رو انجام بده. قربان دارم ازدواج میکنم، نمیتونم به خاطر مجبور شدن قبل عروسی فکر کنم. همین الانم با خطر مجبور شدن روبروی. هیگینز تو چیز نیوستم پای تلفونه. جرأت داری جواب بده؟ عزیز دلم. خدای من. خدا نگهدار عزیز دلت. چرا این کار کردی؟ چون تو مشغول انجام وظیفه هستی و باید حرف من گوش بدی. قربان. البته اگه دلت نمیخواد روز عروسی کوفتیکم سر کار باشی. خب اصلا لازم نیست نگران این موضوع باشیم. از امروز به بعد هنری هیرونیمیس هیگینز به حرف هیچ کس گوش نمیده. من استعفا میدم. من اول گفتم. برو بیرون. خیلی خوش شانس بودی که من داشتی. 10 سال از بهترین روزهای عمرمو اینجا گذاشتم و چی گیرم اومد؟ هیچ. تو حقوق میگرفتی با اینکه لیاقتشو نداشتی. من لیاقتشو داشتم، تو الکی رئیس شدی. هر روز بعد دستورای مزخرفتو گوش میکردم ولی دیگه بسه. نه و در مورد همسرت بگم حتی برای برگزاری مهمونی اصلا شایسته نیست. برو نوشیدنی بخوریم. برو. آروم باشید، آروم. برو بیرون. باشه میرم جورج، اما میخوام بدونی تو بهترین دوستی هستی که تو عمرم داشتم جورج. برین کنار. هنری هیگینز خیلی وقت اونجا کار میکنه نه؟ بله به گمونم همینطوره. هنوز قراره بریم عروسیش؟ خب دعوتشو که پس نگرفت. یه درخواست از همسر آقای اثبات دریافت کردم، میخواد بدونه چی از همسرش باقی مونده. بله از این حق برخورداره. یعنی فکر میکنی کار دوشیزه راینده؟ هنوز نمیدونم. زنای زیادی از بعد روزگار رنج میبرن ولی باعث نمیشه قاتل بشن. البته انگیزه ناگهانی رو میفهمم. دوباره ازش بازجویی میشه اما برای بازداشتش تردید دارم جولیا. تو این خونه رو دوست نداری درسته؟ ولی من اینو نگفتم جولیا. ویلیام خب مسئله اینه که انگار بیشتر وسایلی که اینجا هست به ما تعلق نداره. حس میکنم روی صحنه نمایش یا در خونه یه نفر دیگه هستیم. خب وقتی آقای رایتو انداختی زندون میتونیم هر کاری بخوایم بکنیم. اگه بخوای از اینجا میریم ویلیام. من فکر کردم اینجا برات مناسبه. اینجا تمیزه، مدرنه، پیشرفته است. منم اینو کشف کردم. خدای من باعث میشه آدم حس کنه توی اتاق دیگه است جولیا. تو این فکر بودم که هنوز اینجا رو افتتاح نکردیم. ولی اگه دوباره برگرده سر جاش چی؟ فکر کنم همینطورم بشه. دکتر؟ خانم هارت میشه هرچی از آقای اثبات مونده رو بیارین، زنش درخواست داده. میتونست این کار رو از من بخواد. تمام درخواستای رسمی برای من فرستاده میشن. البته. ممنونم. چقدر عجیبه. اما یادمه که آقای اثبات همچین چیزی نداشته. منم همین فکر رو میکردم وقتی وسایلش رو جمع من فراموش کردم. احتمالا نمیدونستی اینا چی هستن. در ضمن جمع‌آوری مدرک وظیفه شما نیست. بله ولی دکتر آگدن مدرک رو پیدا کرد. بله درسته اما دکتر آگدن سالها تجربه داره. خانم هارت کاملا طبیعیه که این مورد من اشتباه کردم. دیگه تکرار نمیشه. آقای تام لطفاً بیاین داخل.
مورد دیگه پیش اومده؟ بله. میدونین اینا چی هستن؟ نوارای برق. برای عایق کردن سیم به کار میره. دقیقاً. ولی به نظر شما چرا باید چنین چیزی درون دستگاه من پیدا بشه آقا؟ من اشتباهی گذاشتمش اونجا. بهم بگید پس چرا باید روش پوست انسان پیدا کنیم؟ بدن آقای اسپاد منفجر شده و به اطراف پاشیده. بله میتونه اینطور باشه، ولی من عقیده دارم چیز دیگه ایه. شما با این آقای اسپاد رو بستین و زندانیش کردین. وقتی این اتفاق افتاد من اصلا در منزل شما نبودم. شما اونجا بودین، هرچند که کوتاه بود. آقای رایت ازتون خواست اونجا رو ترک کنید و خود شما اقرار کردین که قبل از مهمونی منزل من آقای اسپاد رو دیدین. اصلا کار جالب نیست اسپاد، تو به من بده کاری. من بررسیش کردم. شما 2 نفر گذشته ای دارین. ایشون دستمزد آخرین کاری که براش انجام دادین رو پرداخت نکرد، درسته؟ و باهاش درگیر شدین. اونو بستین و زندانیش کردین و در رو هم بستین. شما به اندازه‌ای در مهمونی موندین که بتونین دستگاه رو روشن کنید قبل از اینکه آقای رایت بیرونتون کنه. و منو با اتاقی پر از مظنون تنها گذاشتین. ولی فقط 1 نفر قاتله. اینا رو انکار میکنید آقا؟ مدرک شما چیه؟ اینا شروع خوبی هستن و الان میدونم دنبال چی هستم. چیزی که میخوامو پیدا میکنم. من فقط برای اثبات کار نمی کردم. من ساختموناشو طراحی کردم و اون همه چیز رو به اسم خودش تموم کرد. اون معمار بود و انگار من چیزی بیشتر از یک کارگر نبودم. اینو به هم فهمونده بود. بهش حسادت میکرد. به هم خیانت شد. ولی من تحمل کردم چون پول خوبی به هم میداد. ولی بعد پولو نداد. روزی که اون کار رو برای رایت گرفتم اسپات تحریمم کرد. تمام پولی رو که به هم بدهکار بود انکار کرد و قسم خورد اجازه نمیده دوباره کار کنم. اون زندگیمو گرفت. منم زندگیشو گرفتم. الان دیگه باید برسه. وقت شناسی یکی از خصوصیات اخلاقشه و یکی از ویژگی‌های مورد علاقه شما هست. به هم ریختی؟ باید اعتراف کنم منم کمی دستپاچه شدم. میدونم نباید بشم. من خوبم. گفتین اونم دوست داره یه روزی بچه دار بشه. بله خیلی. جورج، من دارم زن رویاهاتو بهت معرفی میکنم. توی کارش خیلی اعتماد به نفس داره و روح پرورش دهنده‌ای هم داره. باید اعتراف کنم که یکم دستپاچه شدم. لوئیس. جورج. شما هم دیگر میشناسین. شما قراره جراح بشین؟ بله دیگه چیزی نمونده و بعضی دانشجوی مردم از این بابت خیلی همه چی ناراحتن. آسون‌تر میشد اگه مردا سد راه نمیشدن. جولیا، ظاهرا قرار ما تنها افرادی در تورنتو باشیم که آقای رایت خونشون رو طراحی کرده. میدونستی؟ به نظرم خانواده فرگوسن لیاقت توانایی منو ندارن. قراره به شیکاگو برگردم. اوک پارک بهم سفارش داده که یک کلیسای جدید بسازم. بله، اولین ساختمونیه که کاملا با بتون ساخته میشه. خب انتظار دارم کمی بقیه رو مترجم کنم. وقت اون رسیده که کمی از تجملات عصر حاضر فاصله بگیریم. شما موافقید؟ و فرگوسنا چی؟ بالاخره یه نفر با سبک معماری بدون خلاقیت تورنتو خونشون رو میسازه. مطمئنم همینطور میشه. شما با خونه کنار اومدین؟ ویلیام از تخت مخفیش که خوشش اومده. تصور میکنم در حین کشف این فضا با غافلگیری‌های بیشتری مواجه خواهید شد. و دکتر اگدن، از این مجسمه خوشم میاد. همه عاشقش میشن. جورج، یه نگاه به این بنداز. عجب چیزیه قربان. هر یه ساعت یه بارم این کارو میکنه. مطمئنم آخرش خراب میشه. فکر نکنم خراب بشه. جورج، لامپای درون سقف دیگه نیازی نیست فضا رو با لامپای اضافی شلوغ کنیم. پس دیگه با خونه کنار اومدین قربان. بله کاملا بهش عادت کردم.
قربان مشکلی نیست جورج، من میرم. قربان فقط 10 دقیقه داخلش بوده، امکان نداره پخته باشه. اولین مهمون ما برای شام. نگاه کن، کاملا پخته و توش داغه. خیلی داغه. جورج خیلی خوب. خب به سلامتی. به سلامتی. دوشیز هارت، میتونم کمکتون کنم؟ میشه به هم بگین آیا منابع خاص و یا دستورالعملایی مربوط به تکنیک‌های تحقیقات وجود داره یا نه؟ میخواین تغییر شغل بدین؟ میخوام در همه چیزایی که باید بدونم مهارت پیدا کنم تا به جایی که دلم میخواد برسم. تلاشتون قابل تحسینه. رنگی پوستم این ضرورت رو ایجاب میکنه. حالا میخواین به هم کمک کنین یا نه؟ بفرمایید بشینید. خیلی خوب. این و این. در پزشک قانونی با جنجالی ترین حقایق پشت پرده مرگ غم‌انگیز افراد مشهور آشنا شوید.